موقع رفتن با پدرش و جدش ملاقات کرد. با جدش خلیل الله ابراهیم بتشکن ملاقات کرد. ابراهیم بلند شد جلوی فرزندش و ننه‌اش. جبرئیل گفت این جد تو هست. بعد او سلام کن. سلام کرد. ابراهیم گفت که مرحبا بالنبی الصالح و الابن الصالح. خوش آمد گفت به نبی صالح و فرزند صالح. ابراهیم که خوش آمد که نوه‌اش خاتم انبیاست. بعد که احوال پرسی کردن رفتن بالا. گفت وقتی برمیگردی بیا دوباره میشنم. گفت تمام شد مأموریت بالا؟ گفت بله. این حدیث تو ریاض الصالحین هست. امام نووی گفت بله. گفت میخواهی بروی پیش امتت؟ گفت بله. گفت سلام منو به امتت برسان. خلیل الله ابراهیم و رسول الله گفت سلام منو به امتت برسان و به اونها بگو که بهشت خاکش حاصل خیزه. خاک بهشت خیلی مرغوبه، حاصل خیزه، میوه های خوب درست میکنه. من سبک میشم، من خوشحال میشم، من نیرو میگیرم. دیدار مؤمنین. امام شافعی میگه نگاه کردن تو صورت شاگردم امام احمد بن حنبل برای من عبادته. تواضع نگاه کن. اگر دیدار مؤمنین خدا ترس سیماهم فی وجوههم من اثر سجود عبادت نباشد، نگاه به منافقین عبادت است، نگاه به ظالمین عبادت است. ولی فرصت هایی که پیش میاد، اون فرصت های خیلی کم، معنویاتی که بتونیم ایمانمون افزایش بدیم، این فرصت ها خیلی کم پیش میاد. حالا میگم ما سالهای سال انتظار داشتیم. حالا یک بار این علما، من یه چیزی که میخواستم تذکر بدم تو کنفرانس ولی وقتم دیگه تمام شد، بیشتر اجازه ندادن صحبت بکنم. این که متاسفانه این هیئت‌هایی که از کشورها آمده بودن وقتی که وقت تنفس میدادن هر کسی با همون هیئت کشور خودش سر میز میرفت اونجا چای میخورد، با هم مینشستن. این خیلی غلطه. 500 نفر آمدن از جاهای مختلف با علمهای زیاد، تجربه های زیاد، ولی تو هتل خب همه تو هم اتاقی همن. خب از من و شیخ با همیم، خب 24 ساعت اونجا با هم دیگه رو میشناسیم. خب ما که آمدیم میخوایم چه؟ با علمای مسکو بنشینیم، با علمای کرکزستان بنشینیم، با علمای افغانستان بنشینیم، با علمای ازهر بنشینیم. خب این فرصتی هست برای که ما هم با هم بنشینیم. غنیمت. یعنی سر یک میز غذاخوری میبینی که 10 تا از مصر، هر 10 تا پیش هم نشستن دارن خنده میکنن، شوخی میکنن. این 10 تا باید از 10 تا کشور بنشینه که حتی سر میز غذاخوری هم از تمدن‌ها و ادیان و مذاهب و تجارب و استفاده بکنیم. یا تو اتاق‌ها یکی از نمیدونم ازبکستان باشه، یکی از تاجیکستان باشه، یکی از تو هتل، یکی از عربستان باشه. که خب این فرصت‌ها دیگه که 500 تا عالم کنار هم جمع بشه دیگه پیش نمیاد. من و شیخ کنار هم هستیم، تو ایران این بغل هم هستیم. این فرصت فقط یک بار پیش آمده، اونم تو دروز. حالا اگر دروز هر کسی هم به هم کشوری خودش مشغول باشه خب چه کار کردیم؟ اینا انشالله درس‌هایی باشه برای آینده که این کنفرانس ها پربار بشه و اون استفاده بهینه چه و مجال بدیم. تو جلسات حاشیه‌ای خارج از وقت، مثلا یه جلسه شیخ ازهر با دانشجوها بنشینه، دانشجوها، یه جلسه با تربیت معلم، اونجایی که آموزش معلمین رو آموزش میدن، معلم میسازن، برن اونجا. علما یک جلسه‌ای داشته باشن، یه جلسه با طلاب، یه جلسه با علمای تاجیکستان. ما هم میتونیم که اخلاق امامو داشته باشیم. امام ابو حنیفه نمیتوانیم باشیم، اون یکی بود تکرار نمیشه به گفته مولانا، اونا جایگاه خودشون رو گرفتن، ولی ما میتونیم امام گونه باشیم، اخلاق امامو داشته باشیم. این که اگر ما تفکراتمون این باشد شاگردان ما همین خواهند شد. اگر ما که خدا موقعیتی به ما داده از این موقعیت برای آگاهی شاگردانمون استفاده بکنیم، شاگردم رنگ و بوی استاد میگیرن. از خدا بخواهیم که ما کوتاهی نکنیم، ما تقصیر نکنیم، چون که زلت العالم زلت العالم، لغزش یک عالم و پیشوا مثل لغزش یک فرد عادی نیست. ما خیلی از خدا بخواهیم که خدا تقوا و خدا درسی. ما یک شخصیت داشتیم به اسم امام، به اسم احمد مفتیزاده، خدا رحمتش بکنه. این از
ملت کرد شافعی مذهب در ایران بود. ایشون من در آخرین نوارش که اون فیتش که برآمده بود سخنرانی میکرد، گریه میکرد، بعد میگفت خدایا من به تو پناه میبرم از این که مسلمانی بخواهد بیاید به طرف دین خدا و توبه بکنم، کلمه ای، اخلاقی، حرکتی از من صادر بشود که اونو بر بگرداند، اونو از دین متنفر بکنه. و من به تو پناه میبرم از این کلمه که از دهان من در بیاد سبب فتنه‌ای برای مسلمانی بشود، سبب اختلافی بشود. ما خیلی باید مواظب رفتارمون باشیم، خیلی باید دعا بکنیم که خدا به گفته مولانا، یه زمانی من رفتم زاهدان 150-200 هزار نفر جلو ما مولانا بلند میشود، اکرام میکنن، احترام میکنن. احترام ما از دین گرفتیم. مولانا به من گفت که شیخ نگاه کن چقدر مردم خودمون رو دوست دارن، اگر نیتمون خدایی نباشه همین مردمی که میان دست به بدن ما و لباس ما میکشن، همینا آب دهن میندازن تو صورت ما. اگر نیت ما عوض شد همینا چه ما رو نفرین میکنن، همینایی که الان ما دعای رحمت میفرستن. خدا حسن الخاتمه نصیب همه ما و شما بفرمایند و در همه امورات زندگی خاتمه به خیر باشه. جزاکم الله خیر. جناب آقای قتالی سید عبدالباعث امام جمعه اهل سنت بندر عباس، ایشون در یک سفر به خانه خدا روحانی و عالم اون قافله بود. میگفت اکثر کسانی که با ما بودن در سفر پیر بودن، سنشون بالا بود و میگفت که به من گفتن که اینا رو ببر که طواف خانه خدا بکنن و دیدار خانه خدا بکنن. من عالم اون کاروان بودم، قافله بودم. میگه وقتی که رفتیم تو خانه خدا تو مسجد الحرام، دیگه پیرمرد همینجور گریه میکرد ولی چشمش تاریک بود، این تاریک کعبه خانه خدا رو نمیتونست ببینه، این طوری نگاه میکرد. میخواست بره طواف بکنه، پاش یاری نمیکرد و از زیر بغلش میگرفتن. بعد از این همه سال تو سن 70-80 سالگی حالا آمده، نمیتونه کعبه رو ببینه ولی همینجور اشکش سرازیر بود. من در سفری که به زیارت خانه خدا رفتم، یک مادر پیری همراه ما بود تو سفر. این تو جلسه بود و گریه میکرد، میگفت که وقتی رفتم در مسجد النبی دیدم که جلوم و دست راستم و دست چپم و پشت سرم از کشورهای مختلف همین بچه های خردسال قرآن از بر میخوانن و من 70 سالمه نمیتونم قرآن رو از رو بخوانم. همینجور تو مسجد پیامبر نشستم، 80 سال از خدا عمر گرفتم، کلام خدا رو نمیتونم از رو بخوانم. امروزه شما جوان هستید، قدر این جوانی و این استعداد رو بدونید که فردا حسرت هست. چون توانستم ندانستم، چون که دانستم نتوانستم، این حسرت رو نداشته باشیم. خیلی فرصت خوبی خداوند در اختیار ما گذاشت، اونم به برکت دعای خیر شما و تقاضای شما و طلبی که در شما بود و تواضعی که در شما بود. نگفتید ما خودمون عالمیم نیاز به علم نداریم، با وجودی که خودتون عالم بودید. سرزمین شما نه اینکه درختان خوبی دارد، درختان زیبا و سبزی دارد، درختان پرمیوه‌ای دارد، سرزمین شما درختان ایمانی دارد که ایمان و تقوا و اخلاق و علم و دانش و ادب و تواضع و عشق و علاقه و صفا و صمیمیت و خیر و برکت به کل جهان اسلام فرستادن. من در زندگی نامه امام بخاری رحمت الله علیه میخوندم که صحیح بخاری را به 70,000 نفر خوانده، یعنی 70,000 نفر از این صحیح بخاری چه شاگردی کردن و شنیدن. بخارا کجاست؟ صحیح ترین کتاب بعد از قرآن. خب پس نباید انسان در کل زمین معصیت خدا بکنه. ما میاییم در این 4 دیواری که اسمش مسجد است و محراب دارد که اینجا تصمیم بگیریم و اراده بکنیم که در کل زمین معصیت نکنیم. نماز داخل مسجد خوانده می شود ولی برای داخل مسجد نیست، برای بیرون مسجد.
داخل مسجد نماز میکنیم و تعهد میدیم که بیرون از مسجد گناه نکنیم. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز بازدارنده هست، مانع میشود که انسان در زمین، در دنیا منکر و زشتی انجام بدهد، پلیدی انجام بدهد. هرچی رابطه ما با خانه خدا مسجد قوی‌تر باشد، دنیای ما آبادتر خواهد شد، دنیای ما پاکتر خواهد شد، دنیای ما طاهر خواهد شد، دنیای ما با برکت خواهد شد، فرزندان ما با برکت خواهند شد. نگاهمون و دیدمون نسبت به دنیا عوض میکنه. این دنیا میدانی است، زمینی است برای ذکر خدا و شکر خدا و عبادت خدا و سبقت گرفتن به کار خیر. سرزمین شما سرزمین علم و دانش است، سرزمین اخلاص و ادب و محبت و صفا و صمیمیت و تقوا و خدا ترسی است. پدران شما، گذشتگان شما، پیشینیان شما انسانهای مخلص و ربانی و خدایی و خدا طلب و خداجو و اسلام شناس و اسلام خواه بودن و خدا خواه بودن. خودپسند نبودن، دنیا پسند نبودن. ما نمیخواهیم راه بهشت ما آسان شود، نمیخواهیم به بهشت برسیم، به سعادت برسیم. یک راه برای سعادت هست، خوشبختی هست، اونم راه علم. علم یعنی قدرت، علم یعنی عمران، آبادی، حیات، زندگی. جهل یعنی نابودی، تاریکی، بدبختی، بیچارگی. هر فتنه از جهل برمیخیزد. زمانی که این منطقه شما و ممالک شما مملو از علما از کل جهان اسلام برای کسب علم از علمای شما، از محضر علمای شما به من گفتن این منطقه خیلی آب خوبی دارد. البته من تو در نقشه و تاریخ و کل این تاجیکستان من یک چیزی از سفارت گرفتم، مطالعه کردم که کشور تاجیکستان کشور خوش آب و خوش هوا و حاصلخیز، آب خوبی دارد، کشاورزی خوبی دارد، میوه‌های خوبی دارد. من میخوام این سوال بکنم: آیا خاک این تاجیکستان و آبش، انگور، سیب، گلابی، زردآلو، این میوه‌های خوب میدهد؟ آیا افتخار به همین هست؟ در دنیا خیلی جاهایی دیگه هست که میوه‌های خوب دارد، خاکش خوب است، آبش خوب است، اما عالم ندارد. خاکی خوب است و آبی خوب است که درخت ایمان از اون می‌آید. همه جا سیب دارد، همه جا گلابی دارد، همه جا انگور خوب دارد، اما همه جا امام بخاری ندارد. فقط یک جا بخاری دارد. کتاب امام بخاری صحیح ترین کتاب بعد از کلام خداست، بعد از قرآن است. همه جا سیب خوب دارد، میوه خوب دارد، گلابی و انگور و هندوانه و خیار و خوب دارد، اما فقط یک جا امام اعظم دارد. فقط یک جا امام ترمذی دارد، فقط یک جا امام نسائی دارد، فقط یک جا امام مسلم نیشابوری دارد. افتخار شما به سیب و انگور و پسته و گردو و بادام و این جوی آب نیست. اگر جوی دل شما خوش باشد، رودخانه ایمانی دل شما خوش باشد، این آب به درد چه میخورد؟ ما دعا میکنیم خدایا باران ببار تا زمین ما حاصل خیز بشود،
خب اون باران بارید بر خاک شما، میوه در آمد. باید بگیم خدایا باران ایمان بر دلهای خشکیده ما بباران تا این دل خشکیده خوش شده زنده بشود و میوه ایمانی بدهد. فرزندان سالم، صالح، مصلح، عالم، دانشمند، مجاهد، خدمتگزار، دعوتگر، معلم، مربی بشود. احساسات اگر جهت داده نشه، حالا این عشق و علاقه و احساساتی که به وجود آمده، باید علمای تاجیکستان الان اونا رو جهت بدن به طرف علم، به طرف دانش. چون احساسات میگم اگر که فقط احساسات باشه سطحی میشه، یعنی دیگه تعمق پیدا سطحی میشه و کافی نیست یعنی برای پیشرفت. چون امروز ما با احساسات کار میکنیم، دشمن با فکر و علم. خب قطعا فکر و علم غالبه بر احساسات. یعنی ما مسلمان ها متاسفانه امروز قرآن رو برای ثواب میخونیم بس، نه برای عمل و برای برنامه زندگی. و اینکه قرآن هر 6000 و خورده آیه هست، یعنی 6000 برنامه، 6000 فرمول برای زندگی، 6000 قاعده برای زندگی. و یکی از دانشمندان غرب میگوید که خاورشناسا، یعنی اسلام شناسا، میگوید که مسلمان ها کتاب مقدسشون رو نمیخونن، اهل مطالعه نیستن. اگر خوندن نمیفهمند، اگر فهمیدن عمل نمیکنن. ما خیالمون راحته. اونا میگن ما خیالمون راحته که اینا نمیخونن. چند تا مسلمان حالا تو کشور خودمون تاجیکستان، جای تو کشورهای جهان اسلام، چند نفر قرآن میخونه؟ سالی ماهی چند بار میخونه قرآن؟ و اگر بخونه همینطوری سری شاید قرآن فقط ما میبینیم که میبوسن چشمشون میبوسن، یا وقتی نام پیامبر برده میشه پدران ما تمام شد و رفت. این کافی نیست. این کافی نیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو دوست دارید از من پیروی بکنید. اینه که دشمنان اسلام خیالشون راحت شده. اون زمانی که مسلمان ها بیدار بودن، دنبال علم رفتن، به علم پرداختن، علم و عمل و دعوت و تبلیغ، خیرخواه بودن، با هم متحد بودن، دنیا رو درخشوندن. فرس و روم، فرس و دولت روم همه تحت سیطره اسلام در آمد و اسلام نزدیک به شاید 700 سال، شاید بیشتر، نزدیک به 900 سال بر نیمی از اروپا حکومت میکرد. بله در تاریخ هست. تا قلب اروپا پیش رفت و 900 سال حکومت کرد. الان در آلمان 2 میلیون مسلمان، شاید هم بیشتر داریم در خود آلمان. در فرانسه، در اسپانیا و پرتغال 120,000 کتاب به زبان عربی در فلک، در نجوم، در حدیث، در تفسیر به زبان عربی 120,000 نسخه دست‌نویس از سرمایه های ما اونجا داره نگهداری میشه. اروپا زمانی متحول شد و غرب که این سرمایه ها، یعنی حکومت اسلامی در اندلس، در ارتباط علما و تو جنگ های صلیبی، وقتی که حمله کردن صلیبی ها به ممالک اسلامی، مسلمان ها رو کشتن و سرمایه هاشون رو بردن، علم، دانش. بله اینه که بعد از اینکه مسلمان ها از قرآن غافل شدن و قرآن رو برای ثواب خوندن و قرآن رو فقط برای بوسه زدن یا قرآن رو برای تو خانه گذاشتن، تو طاقه گذاشتن، بس مسلمان ها فاصله گرفتن، غافل شدن، شوروی برشون مسلط شد، دنیا برشون مسلط شد و استعمار آمد دوباره اونها رو تسخیر کرد. حالا اگر دوباره بگردن به علم، دوباره برگردن به عمل و تقوا و ایمان و قرآن رو با تفکر و تدبر بخوانن، چون خداوند گفته افلا یتدبرون القرآن،
آیا تدبر در قرآن نمی کنن یا این که بر دلهای اونها قفل زده شده؟ اگر دوباره مسلمان ها یک بازگشت خوبی به قرآن داشته باشن و سنت و اسلام، قطعا دوباره موفق خواهند شد. و این بار حتما دیگه باید علم روز هم در کنارش باشه. یعنی انسان همونطور که توجه به علم دین میکنه به علم روز هم، چون همون خدایی که گفته تو باید آخرت آبادی داشته باشی، همون خدا هم گفته من خالق آخرت هستم و خدای دنیا هم هستم، خدای معنا هستم و خدای ماده هم هستم، هر دوتا با هم هستم. این که ما نباید بین دین و دنیا یعنی تبعیض قائل بشیم. دنیای آباد مستقل، اقتصاد قوی مستقل، تکنولوژی قوی مستقل و اعتقاد قوی و مستقل. خداوند انشاءالله بصیرت ما رو باز بکنه و روشن بکنه که فقط تنها راه علم هست، بس چیز دیگه نیست.